از اونجایی که من از چیزای شیرین خیلی خوشم میاد، امروز اومدیم با یه دونه از این شکلات ردیفیا که ببینیم کدومش خوشمزه تره. در هر صورت ارزش خرید داره این یا نه. نارنجیش که طعم شکلات و فندقی، صورتیش توت فرنگی و شکلات سفیده و سبز شکلات و پسته، اگه اشتباه نکنم پسته‌ایه. این بنفشش انگار تمشکیه و این آخریش هم شکلات تلخه. میخوایم با هم دیگه ببینیم که کدومشون خوشمزه تره و آیا ارزش خرید این داره یا نه. چقدر خوشگله بچه ها. یه بوی خیلی خوشمزه میده، یه بوی شکلات خیلی خوبی میده. اینجوریه صندوق این نارنجی ها. من یه دونه برمیدارم، تو هم یه دونه برده 10 داد. من بهش 9 میدم. طعم فندقی خیلی قالبی داره، انگار تیکه های فندق هم توش هست. خیلی هم خوشمزه است این. دومیش طعم توت فرنگی و شکلات سفید. شکلات سفیدش هم خیلی قالب تره ولی زیادی انگار شیرینه، مثلا اون حد متوسط رو نداره، حتما با چای بخوری. بعدش که پسته‌ایشه، فکر کنم من پسته‌ای رو از همه بیشتر دوست داشته باشم. از همه‌شون خوشمزه تر بوده تا الان. بعدی شکلات سفید با تمشکه. این یکم طعم ترشی داره. این پسته‌ایش خیلی مزه دبی چاکلت میده، دبی چاکلت. آخرش هم که تلخشه. خوشمزه است. خیلی تلخیش به جای بیشتر از همه این تلخاشو دوست دارم و پسته‌ایشو فندقیشو. پسته فندقی رو بیشتر دوست داری؟ دینیات بچه‌ها اینا رو میتونید برید از نزدیکترین سایدینیاتون بخرید یا میتونید از اسنپ کنم سفارش بدید. دیگه یادتون نره اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما منو ساب کنید و لایک کنید.